به مقداری که کسی زندگیش رو با امام زمان تنظیم بکنه، این امام زمانیه، این آدم منتظریه، این معیاره. کما اینکه به مقدار اینکه کسی خدا تو زندگیش وارد شده باشه و زندگیشو با رضایت خدا تنظیم بکنه، مؤمنه. ما مؤمن به کی میگیم؟ مؤمن به کسی میگیم که زندگیشو تنظیم بکنه با رضایت خدا. و هرچی بیشتر دقیق‌تر این کار رو بکنه، مؤمن‌تره، درجه ایمانش بالاتره. امام زمان هم همینجور. اون کسی منتظره، اون کسی امام زمانیه که زندگیشو تنظیم بکنه با حضرت، نه فقط تو مسجد، نه فقط تو مهدیه، تو بازار. اون موقع که داره کار میکنه، اون موقع بدونی که امام زمان داره میبینتش، انصاف داشته باشه. تو محیط کارش، اون موقع که ارباب رجوع داره میاد تو اداره، ارباب رجوع رو نپیچونه. اون کسی که وقتی ارباب رجوع داره میاد میگه برو فردا بیا، ما حالا جلسه داریم، برو پس فردا بیا، برو اون